در ناحیه اوسه با استفاده از روزهای آفتابی ماه ینور دهقانان با کشت کارتوشک شروع کردند. در خواجگی دهقانی به نام سفربک بارونوف در دهات باباشاهیان امسال دهقانان با استفاده اصول کشتگردانی زمین در این قطعه امید جمعآوری حاصل بلندی کارتوشک را دارند. سال ششم می شود که دهقانان این خواجگی در کشت این محصولات از چنین تجربه استفاده می نمایند. راجع جگور مکان میگیریم اخیزا این دین حاصل دندون میکنیم اینا توشک هستیم با برگری میکنیم. در کشت کارتوشک از زیان خواجگی‌های دهقانی ناحیه واسه از توصیه متخصصان ریاست کشاورزی ناحیه استفاده نموده از تخمی‌های در شرایط اقلیمی منطقه سنجیده شده استفاده می‌نمایند. طبق اطلاع رهبریت ریاست کشاورزی امسال در ناحیه واسه میدان کشت کارتوشک زیاد کرده شده 385 گکتار را تشکیل می‌دهد. این نقشه تا 10 روزه دوم ماه ینور به قدر 50% اجرا گردیده کشت کارتوشک تا ماه مارت ادامه می‌یابد. گزارش خوجا نظریف خدای نظر ظهوروف از ناحیه واسه برای برنامه اطلاعاتی نوید.